الان رفت روی ضبط. خب این جریان کشی قبل پاور از کجا میاد؟ اگه یه برد موبایل باشه، کانکتور باتریش هم اینجا باشه، یه سری قطعات توی این هست، بالاخره آیسی خازن فلان. به محضی که باتری وصل میشه، یه سری ولتاژ آماده پشتی قطعات قرار داره. خب حالا اگر این قطعات ها خراب شده باشه، جریان کشی قبل پاور میاره. این کانکتور باتری مونه، این مثبت مونه، میاد مثلا میره تو بخش آنتن، میاد تو بخش نور. حالا نیست که حتما اینجور میشم تو آیسی رفته باشه، قبل از آیسی توی خازن یه چیزی اومده باشه. میاد تو بخش تغذیه. حالا مثلا توی این مسیری که اومده، حالا یه سری جانبه دیگه ممکنه مثلا تو بخش وای فای هم رفته باشه. خب به محضی که باتری میاد، برق میاد پشت اینا. اوکی؟ وقتی برق اومده اینجا، وقتی جریانکشی قبل پاور میاریم، یعنی یکی از اینا خراب شده که یه نشتی پیدا کرده، یه سوختگی داره، یه جریانکشی قبل پاور داره میاره. حل قبل از آیسی تغذیه تا کانکتور باتری. حالا ولتاژی که رفته، ولتاژ چی؟ ولتاژ باتری مون، ولتاژ 37 باتری که رفته توی نقشه VCC مین میخوره، VDD مین میخوره، وی بات میخوره. همین نوعی اصطلاح هست. یه ولتاژ 37 که از باتری میاد. اینا باعث میشه که جریان قبل پاور برای ما به وجود بیاد اگر یه جایش خراب باشه. خلک شوبیه نمیتونی اومدی بزنی؟ آخراش هست دارن دونه دونه هیچی رو باز میکنم. اینا مثلا ما کف آیسی و اینا هم بر دارن اینطوری دارن. خب اوکی این تا اینجا. خفش یاد میشه. چجوری جریان کشی قبل پاور رو عیبیابی کنیم؟ از طریق دوربین حرارتی، خیلی دقتش خوبه، اسپری فریز، یا اینکه روزین. با این سه حالت ما میتونیم عیبیابی کنیم. برای این کار اول برد رو به منبع تغذیه وصل میکنیم. ولی منبعمون خاموش باشد.
با یکی از اینا، مثلا دوربین حرارتی میگیریم روی برد، منبع رو روشن میکنیم، جایی که داغ میکنه رو به ما نشون میده. جایی که داغ کرد یعنی اون قسمت خرابه. دوباره مراحل بعدی با اسپری فریز برد رو وصل میکنیم، منبعمون رو خاموش میکنیم، اسپری فریز میزنیم روی بردمون کامل یخ بزنه، بعد منبعمون رو روشن میکنیم. قسمتی که داغ کرد اونجا خراب. روزین هم همین شکلیه. روزین اینه که یخ میزنه، این دوربین حرارت رو نشون میده. روزین یه دوده روغنیه، به محض که گرم میشه روغن آب میشه. با این حالت عیبشو میگیره. اوکی؟ آسون بود. حرف زدن تو عمل هم آسون. حالا تو عمل هم میگه سخت بود به نظر. آسون جوری که تعریف میکنم میگین قشنگ آسونه. آسونه، کلن آسون. خب حالا میخوام یه خورده پیچیده‌اش کنم براتون. مدار موبایل شکلیه، میاد میخوره به یه آیسی، بعدش هم میره. حالا تو اینا خازن هست، مقاومت تو مسیرش هست، خازن هست، دیود هست. آرش دارین صدا ضبط میکنیم، داری چیکار میکنی؟ صداش کم کن. خب بعد از آیسی هم از این داستانو ما داریم همین شکل. درسته؟ خب این توی نقشه است ولی روی برد ما این شکلیه. این آیسیه، این خازنه، این مقاومته، این خازنه. مثلا همجوری کنارش پره دیگه از اینا. درسته؟ کنار آیسیمون پره دیگه. اینجوریه، اینجوری که نیستی. شما جریانشی قبل پاور داری، از طریق دوربین فریز، حالا هر حالتیش اومدی وصل کردید، پاور تو زدید، دیدی که چی؟ این خازنه داغ کرده. اولین کاری که میکنی میای با یه مولتیمتر رو تست بوق چک میکنی اتصال کوتاه شده یا نشده. اگه بوق اتصال خورد با حالت دیود مود تست میگیری ببینیم بازم اتصال هست یا نیست. که معمولا اگر خازنی خورده معمولا خود خازنه خراب. ولی حالا برای مطمئن بشیم من در ادامهش میگم چجوری مطمئن بشیم که خازن است یا آیسی. یا یکی اصلا برعکس، شما زدی آیسی داغ کرده. آیسی هم اگه داغ کرد دوباره میه خازنای اطراف و قطعات اطراف و تست اتصالی میگیره. ببینیم هیچ کدوم دو طرفش اتصال نباشه. هیچ قطعی نباید دو طرفش اتصال به بدنه باشه، باید یه طرفش به اتصال به بدنه باشه. اگر دو طرفش به بدنه بود یعنی توی اون مداره مشکل داره. یعنی اگر این خازنه الان به بدنه راه پیدا بکنه کل این مسیر به بدنه راه پیدا میکنه، همش میشه من. حالا ایراد یه دونه است،
ولی اگر 40 تا خازن و مقاومت و دیود و هرچی باشه 40 تاشو میکنه 2 سربدله. حالا اگه این باشه اینجوریه، اگه این اوکی هم باشه آیسی مونم خراب باشه دوباره اتصالی میندازه تو اینا کل قطعه خراب میشه. حالا از کجا ما متوجه بشیم آیسیمون خرابه یا خازنمون خرابه؟ حالا دارم میگم میگم حله چند حالا داره؟ میپرسم بیارد بیاره هیروان کاف. یا علی مرسی